قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 36. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. نیزای ترک‌ها و ساسانیان، اقتصادیات و سیاست. همین که دولت هیتاریان برهم داده شد، بین سابق اتفاقچیان نزاع خیست. دیر نگذشته علنگه نزاع بالا می رود و اکنون سبب نه منمنی های سیاسی طرفین بلکه ضدیت منفیت های اقتصادی آنها بود. ما می دانیم که در دوره کوشانیان از آسیای میانه راه های تجارت از جمله راه ابریشم می گذشت که آسیای مرکزی و ریم را به هم می پیوست. بعدتر کرمکداری و شاهی بافی در خود آسیای میانه رواج می یابد. در غرب استحصال شاهی عموما وجود نداشت. بنابر همین هم امپریای ویزانتیا و هم ریم فقط نگران شاهی بودند که از آسیای مرکزی و میانه آورده می شد و ضمناً در این سوداگران فارس میانجیگی می کردند. ویزانتی ها چند بار کوشیدند که بی‌واسطه از هندوستان شاهی گیرند و در این کار به فارس ها محتاج نباشند، ولی کوشش ها بر عبث رفت، زیرا ایران به این کار ضد بود. فارس ها از میانجیگی خود پولی نهایت کلان می گرفتند. بنابر همین آنها از یک طرف نمی ماندند که ویزانتیا بی واسطه با فروشندگان ابریشم رابطه داشته باشد و از طرف دیگر چقدر خواهند همان قدر نرخ مال را بالا می برداشتند. حکومت ویزانتیا که نرخ ابریشم را به ترتیب انداختنی بود به هیچ کار موفق نشد. در میانه های عصر 6 تخم کرمک به ویزانتیا هم آورده شد، ولی برای ترقی صناعت شاهی وقتی طولانی لازم بود. سغدیان که خودشان شاهی بافی می کردند و با ابریشم فروشان بی واسطه علاقه داشتند، در برابر سودای آسیای میانه و ویزانتیا بیش از همه منفعت دار بودند. راه قلی‌ترین سودا از ایران می گذشت، ولی محض در همین جا منفعت سوداگران فارس و سوخت به هم دچار آمد. در ایام مناسبت‌های معتدل و احتمال حتی همکاری بین ترک‌ها و ایران با تشبث سغدیان قرار داده شد که به ایران هیئت سفارت فرستاده مصلحت کردن لازم که آیا شاهی را از خاک ایران گذرانده به ویزانتیا به فروش بردن یا خود اقلاً به خود سوداگران فارس شاهی آورده فروختن امکان دارد یا نه. سردار سفارت مانیه نام سرور سغدیان بوده است. منند این چنین خبر می دهد که خاقان ترک به سغدیان اجازت داده است خودشان هیئت سفارت فرستانند. این فقط دلیل همین است که
ترک ها سغد را همچون دولت نیست نکرده، فقط به خود مطیع نمودند. این کار بی شبهه انعکاس وضعیت سیاسی ریالی آسیای میانه می باشد. ما در این مسئله عقیده پیگولیفسکی را پرره طرفداری می کنیم و گومیلیوف که او را تنقید کرده است هیچ اساسی ندارد. ولی گومیلیوف هم مثل همه دیگر محققان در یک بابت حق است. کار را طوری تصور کردن لازم نیست که چه طوری پیگولیفسکی می نویسد ترک ها به معاملات وسیع تجارتی رغبت نداشتند. اصلا گیریم اشراف ترک ها خیلی پخته شده بود و نغز می فهمید که معاملات وسیع تجارتی بین الخلقی علال خصوص فروش شاهی چی منفعتی دارد. محض به همین سبب تشبث سغدیان به خاقان ترک معقول شد. هیئت سفارت مانعه هیچ کار کردن نتوانست. پس از نی و نیستان و کشالکاری های زیاد خسروی انوشیروان همین بهانه را یافت که به ایران آمدن ترک ها موافق مقصد نیست. بنابر همین تمام تکلیف های هیئت سفارت را رد کرد. علال خصوص یکی از وزیران شاه کتولف نام هیتاری به سغدیان سخت مقابلت کرد. این همان کتولفی می باشد که بعد هیتاریان را تارمار کردن ترک ها در ایران پناه یافته بود. با مصلحت این وزیر شاه تمام ابریشم سغدیان را خرید و بعد در پیش چشم آنها همه اش را سوخته پرتافت. پیگولیفسکی درست می نویسد که با کردار خود فارس ها معلوم کردند که به مال سغدیان محتاج نیستند، زیرا این ابریشم از ترک ها آمده است. خاقان این را شنیده قرار داد که این سفر از نام خودش سفارت فرستاند و به هیئت آن فقط ترک ها را داخل کرد. معلوم که سفارت یکم تماما نابرار برآمد، ولی صرف نظر به این خاقان اصرارکارانه سفارت دویم را ارسال می نماید و همه این دلالت می کند که در تگ این کاسه نیم کاسه یعنی تقاضای سیاست عالی نهان می باشد. از افتکار ترک ها فهمیدنی بودند که ایرانی ساسانی با آنها تنج و آسوده زندگانی کردنی یا خود به جنگ تیاری دیدن در کار. رد شدن تکلیف سفارت یکم را چنین شرح دادن ممکن بود که فارس ها با دولت مطیع گفت و شنید کردن نخواستند، ولی شاه ایران به خاقان توانا که به قریبی اتفاقچی او بود چی جواب می داده باشد؟ جواب شاه ایران بسیار روشن بود. از تمام هیئت سفارت فقط یک چند کس گشته آمد. دیگران در ایران کشته شدند. گرچند فارس ها خود را سفید کرده باشند هم معلوم بود که به اکثر سفیران زهر داده کشتند. همه این مناسبت ترک ها و ایران را خیلی تیز و تند کرد. هر دو طرف فهمیدند که به جنگ تیاری دیدن در کار، زیرا جنگ در هر لحظه سر شدنش ممکن بود. به این سبب حکومت خاقان خواست که با دشمن ازلی دولت ساسانیان با امپریای ویزانتیا رابطه سیاسی بندد. اگر چنین رابطه بسته شود، مسئله فروش شاهی هم خود به خود حل می شد، حالان که این مسئله اشراف سغد را و هم ترک ها را خیلی به تشویش می آورد و از انجام نیکی آن نشانی هم نبود. سردار هیئت سفارتی که باید به ویزانتیا می رفت باز همان مانعه تعیین شد. وی در دست مکتوب های لازمه و از انعام و پیشکش ها بسیار شاهواری قیمت بها داشت. معلوم که این سفارت از خاک ایران گذشته نمی توانست. اینک راه دیگر انتخاب شد. سفارت قد ساحلی شمالی بحر کاسپی می رفت و از کوکاس گذشته به ویزانتیا می رسید. هیئت سفارت به ویزانتیا آمده انعام و پیشکش ها و مکتوبی را به امپراتور ویزانتیا سپرد که به عقیده خود ویزانتی ها با سواد سغدی
احتمال با خطی سغدی باشد نوشته شده بود. معاهده حربی بسته شد که مقابل ایران بود. خود همان سال 568 سفارت به وطن برگشت و ضمناً همراه آنها هیئت سفارت جوابی ویزانتی ها آمد که در سر آن زیمرخ نام شخصی می ایستاد. اتفاق حربی و سیاسی ترک ها و ویزانتیا از همان وقت سر کرده ارزی وجود نمود، علال خصوص که از پس این هیئت سفارت باز چندین سفر به ویزانتیا رفته آمد. مأخذها خبر می دهند که سال 581 بر ضد ترک ها خوتن، فارس و هیتاریان شورش برداشتند، ولی انیق نیکی این کدام هیتاریان باشند. بگمان است که مأخذها از خوتن و فارس سخن رانده بلوای خردی را در نظر داشته باشند. از افتکار این شورش کلانی بود. احتمال در همین سالها، یعنی پس از وفات خسروی انوشیروان سال 579، دیری نگذشته ترک ها وضعیت پرتلاطم و پرتهلکه ایران را به حساب گرفته خواستند که دولت بوفری هیتاریان را به ملک خود همراه کنند که این دولت در تخارستان وجود داشت و از افتکار در آخر سالهای 70 و اولی سالهای 80 عصر 6 مستقل شده بود. ولی در جنگهای جنوب ترک ها یک باره هم به لشکر هیتاریان و هم به لشکر ایران دچار آمدند. موافق خبر و روایت ها معلوم می شود که غلبه ترک ها پره نبوده است. با آنها فقط هیتاریان ساحل راست تخارستان مطیع شدند و هیتاریان ساحل چپ مثل پیشتر مستقل ماندند. یک چند سال گذشت. اینک سال 588 ترک ها با سرداری ساوشاه به حدود دولت ساسانیان زده در آمدند. ضد آنها سرلشکری زبردست ایران بهرام چوبینه می براید. این مرد هم در زندگی و هم بعد وفاتش نهایت مشهور بود. در ادبیات پهلوانی قصه وجود داشت که کاروبار او را ستایش می کرد. در مأخذهای به آن دوره ها نزدیک نام وی خیلی بسیار ذکر شده است، ولی همه آنها تا به روزهای ما نرسیدند. مدرکات آنها را فردوسی و مورخان عرب استفاده بردند، ولی محض چنین بودن جریان واقعه ها نباید باعث شبهه باشد. لشکری ترک ها هجوم کنان از امودریا گذشته تمام تخارستان را اشغال می کند و به غرب رفته تا به هرات می رسد. در محاربه بهرام چوبینه با دسته یک کچین لشکری خود به قرارگاه سرلشکری ترک ها زده می دراید. موافق روایت دیناوری سپس شاه ترکان اسبش را طلبید، سوار شد و به عرصه برآمد و روبروی بهرام تیری از کمان زد که ترک را به خاک یکسان نمود و ترک ها گریختند. بعد این فرموده از روی دیگر مأخذها یلتیگین نام پسری والی کشته شده ترک ها لشکری نو جمع کرده به آن قسمهای لشکری پیشتره را هم داخل می کند. درباره جریان من بعده واقعه دو روایت هست. موافق یک روایت فارس ها از امو گذشته بار دویم ترک ها را شکست دادند. موافق روایت دویم در ساحل امو در قریبی ترمیز طرفین صلح بستند. در برابر این دو خبر باز یک روایت هست که به یپیسکوپ ارمن و مؤلف کتاب‌های پربهای تاریخی سیبیاس تعلق دارد. روایت وی خصوصاً به همین سبب جالب دقت و معتبر می باشد که سیبیاس در جوانیش در بارگاه ساسانیان زندگی کرده است و نقل این واقعه ها را شنیده بوده است. به قول سیبیاس بهرام چوبینه لشکری تیتالیان را یعنی هیتاریان را شکست داد، بلخ را گرفت و تمام کشوری کوشانیان را
تا آن طرف دریایی که آن را بحرود یعنی امودریا می گفتند اشغال نمود. بهرام در این وقت با شاه اعظم مسکوت‌ها می جنگید که آنها در آن طرف نهر کران سکونت داشتند و بهرام لشکری بیشماری آنها را تیر کرد. خود شاه را کشت و خزینه این دولت را به غارت برد. این روایت که در ادبیات مخصوص بارها محاکمه شده است، خصوصا مارکوارت مفصل تدقیق کرده است، به همین سبب به نهایت مهم می باشد که ضد ایران ساسانی همراه هیتاریان شمال افغانستان برآمدن ترک ها را روشن نشان می دهد. در ابتدای عصر هفت در سالهای 616 617 ایران ساسانی بار دیگر می کوشد که هیتاریان و حامی آنها ترک ها را شکست دهد. لشکر ایران سیمبت بگرتونی به ناحیه های ساحلی راست تخارستان دو بار تاخت و تاز می کند. در این ناحیه ها یک چند ملک هیتاریان واقع بود که به والی بلخ اطاعت داشتند و در زیر حاکمیت ترک ها بودند. از روی خبر سیبیاس هیتاریان در آن سالها در هرات، بادخیز، تارقان و بلخ زندگی می کردند. گرچند سرلشکری ایران در چندین محاربه ها غالب آمده غنیمت بسیاری به دست آورده باشد هم از افتکار معلوم که این ناحیه ها دیگر به حکومت ساسانیان اطاعت نمی کردند و ترک ها دیری نگذشته از آن جایها دسته های لشکری فارس ها را دور راندند. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. مناسبت خاقان ترک و حاکمان محلی، سینتزی آسیای میانه و ترک. اولها سیاست ترک ها که آسیای میانه را اشغال کرده بودند از سیاست هیتاریان فرق کذایی نداشت. یعنی آنها به حاکمان محلی انداز مقرر کردند، سلاله های پیشتره باقی ماندند و قاعده و قانون هایی که در این یا آن محل وجود داشتند تغییر نیافتند. معلوم که اگر خوف جنگ پیش آید آنها باید حاکمی خود را دستگیری می کردند، ولی تدریجاً وضعیت دیگر می شود. ترک ها در آسیای میانه ترتیب اداره مأموری را از خود نمودند و اکنون در گوشه ایستاده بی پروایانه نگاه کرده نمی نشستند و بلکه تدریجاً به بیناکاران فعال حیات آسیای میانه تبدیل می یافتند. اعیان و اشراف حریص ترک بیش از پیش در اندیشه می ماند که چرا فقط یک قسمی ثروتی از خلق ستانده شده را می گرفته است و همه اش را نی. اینک سال 605 ترک ها والی ناحیه چاچ را کشته به جای وی داله نام ترک را شناندند. در عهد تونشخو نام خاقان که در خاقانی غربی ترک حکمرانی می کرد، سال 618 اصلاحات اعلان گردید که موافق آن خاقان مذکور تمام حاکمان محلی را والیان خود خوانده به همه آنها عنوانهای لازمه داد. برای نظارت به کار آنها وی نمایندگان خود را نیز تعیین کرد که آنها هم باید انداز میخون داشتند. آیا خاقان این اصلاحات خود را به عمل برآورد یا نی؟ به هر حال این کوششی بود در راه تأسیس یگان خیل اتحاد دولتی در زمینه ملک‌های جدا جدای مستقل. در دست تونشخو سالهای 618-630 قوه پرزوری حربی بر این یک واسطه نهایت جدی ریالی بود. موافق روایت مأخذها خودی وی دلیر و دوراندیش بود و در همه گونه محاربه غالب می برآمد.
در نتیجه در عهد وی بسیار حاکمان مرکزی آسیای میانه سری اطاعت فرود آوردند. در برابر زوری وی زاری را هم کار می فرمود. مثلا یکی از تواناترین حاکمان سمرقند را به خود داماد کرد. وقتی لشکرکشی ایران سیمبد بگرتونی به هیتالیان در افتاد، تونشخو به مدد آنها آمد و بعد آنکه خودی بگرتونی به ایران بازگشت، دسته ترک ها از دریا گذشته گرنیزان ایرانیان را دور راندند. تمام تخارستان از پنجه ساسانیان آزاد کرده شد. تعبیری مأخذ که تونشخو فارس را گرفت گفته است به همین معنا می باشد. در خود همین جای مأخذ گفته شده است که تونشخو گیبین را گرفت، یعنی جنوبی افغانستان را گرفت و به همین طریق تمام شمال و غرب پاکستانی حاضره به تصرف ترک ها افتاد و یا هیچ نباشد و ترک ها مطیع گردید. بعد وفات تونشخو سال 630 وضعیت خاقانی غربی ترک نااستوار می شود. اسیان و آشوب ها، نزاع و خرخشه های بین اعیان و اشراف به سر ناحیه های زراعتکاری آسیای میانه هم فلاکت و کثافتی زیادی آورد. تاراج و غارت و تاخت و تازها اوج گرفت. مثلا والی فرغانه کشته شد و در شمال فرغانه والیان ترک به سر حکومت آمدند. سببهای داخلی و خارجی سیاسی خاقانی غربی ترک را اول از درون شلخ کرده، بعد آن را تماما برهم زدند. در عین حال باید قید کرد که طایفه های ترک ها به واحه ها سر در آوردند. قسمی آنها مقیمی ساکن شدند، قسمی دیگری آنها در واحه های کناری مشغول چارباداری گردیدند. ترک ها در شهرها هم ساکن بودند. به اکثر ولایت ها والیان ترک یا خود ترک نژاد هنوز حکمرانی می کردند. سهم ترک ها به خصوصیت هنرمندی آسیای میانه کم نیست. موافق مدرکات ارخئولوژی هنوز تا به آسیای میانه آمدن ترک ها هنرمندی خیلی رواج یافته بوده است. اشیای متلی، علل خصوص اشیای زرگری آنها، یراق و اسلحه آنها، اسباب زیب و زینت آنها به غایت خوش صفت و خوش ساخت بود. زیر تأثیر تعریف تکه ترک ها در زمینه نمونه های محلی بعضی نوهای مخصوصی سفالالات سوغد و فرغانه، مثلا مشرب های عالی جناب سفاری و این چونین تسمه های عجایب قراق و غیره پیدا می شوند. در عصرهای 7-8 عنصر ترکی در ترکیب جمعیت آسیای میانه خیلی تکمیل یافته از حساب اسلحه و طرز و اصولهای علمی حربی ترک ها بای می شود. تأثیر ترک ها به جنبه های گوناگون معیشت نیز خیلی کلان است و در اثرهای صنعت تصویری آن دوره سیمای ترکی بسیار به نظر می رسد. تأثیر بین همدیگری نظم و ایپاس خلقی ترک و نظم و ایپاس خلقیت های مقیمی آسیای میانه ثمره زیاده آورد. ترک هایی که به آسیای میانه آمده ماندند در حیات دینی مردمان کشور و در آفرینش ثروت‌های مدنی فعالانه شرکت ورزیدند و برابر مردم محلی آفریدگاری حقیقی آن ثروت مدنی شدند که نصیبه تمام خلق‌های آسیای میانه می باشد. الکی در همان دوره‌ای که مورد نظر ما شده است، ترکیباً پیوستشوی عرف و عادت، دین و آیین و مراسم و مدنیت خلق‌های ایرانی زبان و ترک زبان آسیای میانه آغاز یافته با سرعت تمام ادامه می یافت.
خلقهای آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. نهضت ابروی. احوال اهل مهنت نهایت وزنین بود. به این مناسبت معلومات نهضت ابروی نهایت مهم بود. این معلومات از یک باب اثر عبدالرحمن محمد نیشاپوری عصر 11 خزینه العلوم، خزینه علمها، به نظر می رسید که آن را نرشخی در تحریرهای آخرین تاریخ بخارا به کتاب خود ضم کرده بود. به قبل نرشخی نیشاپوری نوشته است که مردم در ناحیه بخارا از دوره‌های قدیمترین ساکن بودند و مردمان از هر جانب آمدند و آنجا خرمی گرفت و مردمان از جانب ترکستان آمدندی و بدین ولایت آب و درختان بسیار بودی و شکار بسیار بودی. آن مردمان را این ولایت خوش آمد، اینجا مقام کردند و به روزگار مردم گرد آمدند و عمارت ها کردند و مردم بسیار شدند و یکی را برگزیدند و امیر کردند و نام او ابروی بود و هنوز این شهر نبود. پادشاه خود در پایکین استقامت داشته شهر را قلعه دبوسی نامیدند و چون روزگاری برآمد ابروی بزرگ شد و ظلم پیش گرفت. بدین نهایت چنان که مردم بیش صبر نتوانستند کرد. شما گفتاری 36 را از کتاب علامه باباجان غفورов توجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجم کلافخان، کارگردان شیرعلی نغزلی.